says hold on, I say let go. She fears the dark, I run too slow. I don't need light, I don't need flame. I turn my scars into a name. میگم اگه آدم بخواد به هر چی که مردم میگن گوش بده، واقعا کلاش پس مرگ است. با دلم غر نکن، دردمو بیشتر نکن، هر چی رقیبم میگه بشنو. خوب گوش بده. دیدی بعد تو نمردم، دیدی بعد تو نخوردم زمین، دیدی بعد تو نمردم زندگیمو نباختم. ببین آهای دختر دریا، بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن، تو دریا رو نگاه کن. میخواد بنشینه خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مستت. بچه ها سلام، چطورین؟ خوبین؟ بچه ها سلامی متفاوت از من رو شاهد هستید. بچه ها من امروز تصمیم گرفتم که خیلی یهویی یه خونه کوچولو موچولو رو توی شهر هام رزرو بکنم و امشب رو اینجا تنهایی سپری بکنم، البته همراه با شما. خلاصه چمدونمو بستم، چمدون که یعنی کوله پشتی دیگه، بار بردیرمو بستم، زدم زیر بغل، زدم به دل جاده، اومدم اینجا. بچه‌ها قد خوشگله، قدر کوچولو گوگولیه که نگو. خلاصه که من اومدم اینجا، الان همینجور که میبینید اینجا تختشه، طبقه بالا 2 تا صندلی داره. الان پا میشم و کل این خونه لاکچری رو بهتون میدم. خب بچه اول از همه از در ورودی شروع میکنیم. اینجا نگاه ببینید، جاروهای کوچولی قدیمی. بعد اینجا بذارید چراغش رو روشن کنم براتون. آخه چقدر نازه. بفرمایید بچه، بفرمایید، خواهش میکنم در بده، بفرمایید داخل. به خوش اومدید، خوش اومدید. اینجا که وارد میشیم دست چپ همون توالت رو داریم، همون توالتی بسیار تمیز زیبا به این صورت. اینجا من داریم، سلام علیکم. اینجا حمومشه، حمومش خیلی باصفاست، رو به آسمون خدا باز میشه سقفش. بعد که وارد اتاق میشیم اینجا 2 تا صندلی شیک داریم. اینجا آشپزخونهشه، اینجا یخچالشه، اینجا کشو داریم، قاشق چنگال، ملاقه و کفگیر، قابلمه و رندم برامون گذاشته بچه ها. حتی اینجا هم لیوان و بشقاب و این داستان ها. دستگیره هم واسه همون گذاشته، دستش درد نکنه. قهوه ساز، چای ساز، تزئینات خوشگل. و اینو بده من ببرم تو رو خدا. و این برگ خوشگل. اون بالا 2 تا صندلی داریم،
دنج و دلنشین، گرم و صمیمی. اینجا هم که تختش بود. خب بچه ها، الان اولین کاری که انجام میدم غذا درست میکنم. خیلی گشنمه بچه ها. سوسیس گرفتم، سوسیس ایرانی از این کوکتل پنیری خوشمزه ها هستن ها. قراره که سوسیس درست کنم، ساندویچ سوسیس بخورم و بعدش قراره کارهای دیگه با هم انجام بدیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان توی خونه. همجوری که درخواستا بالا بود، ما از خانم الیکوستا دعوت کردیم که به برنامه‌مون بیان تا این مسابقه کوچولو با هم داشته باشیم. خانم الیکوستا خیلی خوش اومدید به برنامه تاینی مصاحبه در تاینی هاوس. حالتون چطوره؟ من تشکر میکنم از شما و بینندگان. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. مرسی، ممنون از دعوتتون. بله خوب هستم، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. خیلی هم عالی. آماده که مسابقه رو با یه سوال اساسی شروع کنیم؟ بله حتما، بفرمایید. سوال اول، فکر می‌کنی اگر در آینده به این نسخه الان خودت نگاه کنی بابت چی ازش تشکر می‌کنی؟ احتمالاً بابت این تشکر می‌کردم که بالاخره شروع کردم، حتی موقعی که مطمئن نبودم. به نظر من بیشتر عمر آدم‌ها صرف منتظر زمان مناسب موندن میشه. من حس میکنم که خیلی از چیزهای خوب زندگی بعد از شروع کردن اتفاق میفته. اینکه وایستی ببینی فلان چیز درست میشه، فلان چیز خوب میشه، صبر کنم ببینم فلان چیز چی جوری پیش میره تا بعدش بخوام شروع بکنم، به نظر من اون بعدی که ما همیشه منتظرش هستیم همین الانه. خیلی هم عالی. سوال دوم، فکر میکنی اگه بچگیات یوتیوب الان تو میدید به چی میگفت؟ حتما به هم میگفتش که ایول، که همون با کارهای باحال و عجیبی که همیشه توی ذهنت بوده و دوست داشتی انجامشون بدی اما هیچ موقع فضاش رو نداشتی، بالاخره داری انجامشون بدی. چه قشنگ. سوال سوم، تصور چه چیزی توی آینده میتونه باعث این بشه که آروم بشی؟ فکر کردن به این که یه روزی تو آینده یه ذهن اونقدر آروم داشته باشم که لازم نباشه برای هر چیزی انقدر اضطراب و نگرانی و عجله داشته باشم. یه نقطه‌ای تو آینده که هیچ کس مجبور نباشه به از دست دادن سلامتی و اون شادی واقعی درونی اصلا فکر بکنه. واقعا چه این چیزی تو آینده میتونه منو خوشحال و آروم بکنه. دقیقاً همینه. مرسی ازتون که توی برنامه ما شرکت کردین و خوشحالم که توی برنامه دیگه شما رو ببینیم. منم خوشحالم که توی برنامه شرکت کردم. به امید دیدار. بچه‌ها سلام، صبحتون بخیر. ببخشید من یه خورده قیافم خوابالوه، صدام هم همینجور. الان اینجا ساعت 8:15 تقریبا و من تا قبل از ساعت 10 باید اینجا رو تحویل بدم. یه خورده وسیله ها رو جمع جور کردم، تا پا شدم سریع تون جمع جور کردم و بعد پنجره رو وا کردم، دیدم که یه خورده بیرون خنکه. گفتم چی میچسبه؟ اینکه یه چای لاته خوشمزه‌ای که آوردم با خودم رو شکلاتیشه.
بریزم داغ، برم بیرون، اینجا میز و صندلی داره، بشینم لحظات آخر اینجا استفاده و لذتمو ببرم که بعدش یه بعد برگردیم. البته اینجا من این دور و بر موقعی که داشتم میومدم با ماشین البته دیدم یه فضای جالب و قشنگی داشت، مثل پارک و این بغلم دریاچه و اینا داشت. گفتم حالا تا قبل از اینکه بخوام برگردم مونستر، تا اینجا که اومدم دیگه برم این ورا یه چرخی بزنم، فضا رو بهتون نشون بدم، با هم دیگه ببینیم اینجا چه شکلیه و بعدش دیگه برگردیم خونه دیگه. فعلا بریم. الان من باید یه چایی بخورم که چیز شم، سر و صدام و قیافم اینا باز شعر گل بهش گفتم. خب بچه ها همینجا که میبینید داره بارون میاد. نه تو رو خدا، همینجا که میبینید این گل شکفتم الان براتون. اومدم اینجا، یه پارک خوشگل داره، یه قدمی میخواستم بزنم ولی داره بارون میگیره بچه ها. یه دریاچه رود کوچولو خوشگل هم اینجا داره. این پارک رو میبینید، یک خورده کوچیکیه کافی بود که الان هوا آفتابی بود و خوب بود. از تمام اینا این عنکبوت میرفتم بالا براتون، میرفتم سرسره سر میخوردم، تاب سوار میشدم، خلاصه اینجا رو میذاشتم رو سرم. بچه ها این اون روده، من نفهمیدم این رودخونه است یا دریاچه است. در هر صورت خیلی خوشگله. اردک ها رو میبینید، آخه کوچولو موچولو. این شوهرشه، میگه که زیاد از من دور نشو، واسه ببینم کجا میری. اونم داره ناز میکنه، قهر کرده، این داره منت کشی میکنه، اون میگه ولم کن با حال خودم، این میگه نه بیا یه خورده صحبت کنیم. بحث و درگیری بینشون بالاست. اینم یه رفیقشونه که میخواد بیاد میانجیگری کنه ولی جرئت نمیکنه. اونم گفتش که اوکی حالا که نمیخوای من با حرف بزنم پس منم میرم. اینم میگه که حالا یه خورده دیگه صبر کن، یه خورده دیگه منتمو میکشیدی، انقدر زود که نباید مرد جا بزنه. مرد بچه ها میدونی چیه؟ من شاهیرم از دست دادم به خدا، نمیدونم چیکار کنم الان. یه خورده سرد وای خیلی ولی خوشگله. دوست دارم الان اینجا قدم بزنم، دوست دارم خیلی خیلی کارهای عجیب انجام بدم ولی سرده و بارونی. البته بارون حالا فکر نکنید الان داره سیل میبره اینجا رو ها، نه ولی داره میاد، داره کار خودشو میکنه. منظره رو وای اصلا روح آدم تازه میشه. بچه ها نگاه کنید، طبیعت خدا هر جاش رو بگی زیباست. بچه ها من خواستم نقش دادگاه حل اختلافات خانوادگی رو اجرا کنم اینجا برای این دوتا اردک. فکر کنم که موفق شدم. رفتن دارن تو آب با هم بازی میکنن. آفرین بچه های خوب. بچه ها شهر هم شهر قشنگی بود، من تا حالا نیومده بودم. ببین بعضی شهرها اینجوریه که تو وقتی واردش میشی اصلا اون یهو اون وایبر رو میگیری ازش که این شهر درب و داغونیه، شهر خوبیه، انرژیش مثبته. شهر هم از اون شهرهایی بودش که اومدم توش خوشم اومد. یه بار دیگه یه شهر دیگه رفتم نمیدونم کجا بود، از اون مثلا اصلا خوشم نیومده بود. خلاصه اینجا رو خیلی دوست داشتم، احتمالاً دوباره میام. خیلی به مونستر دور نیست، تقریبا یه ساعت راه شدنیه. این بود از ولاگ این دفعه ما. این دفعه دیگه یک شب اقامت داشتم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و من شما رو توی این فضای زیبا بدرود میگم. شما رو تا یه ویدیویی که میبینم. مرسی که من تماشا کردید. فعلا خداحافظ. تو رو خدا هوا رو نگاه کنید چه شکلی شد. همون دیگه، فقط میخواست یه کاری کنن من پیاده روی نرم. نگاه کن تو رو قرآن چه هوایی، هیچی معلوم نیست. کجا دارم میرم؟ اشتباه دارم میرم. سرما زده به سرم. من اومدم با لیندی که یه آپدیت بهتون بدم راجع به نقاشی. من تا رسیدم خونه یه خورده استراحت کردم، افتادم به جون این نقاشیه.
اصلا رفته بود رو مخم، انقدر بد شد. اولا اینکه من 2 تا اشتباه کردم، یکی اینکه پس زمینه رو رنگ روشن برداشتم و اینکه سعی کردم با اون قلمو عکس گربه رو کوچولو رو مستقیم روی این تخت چوب نقاشیش بکنم و اصلا کار راحت و ایده جالبی نبود. ببینید چقدر خوشگل شد. خب رنگو که تیره انتخاب کردم و گربه‌رم بگید چطوری کشیدم. اول سعی کردم که روی کاغذ جدا بکشمش که تمام ایراداش و حالا اون فرمی که باید داشته باشه رو می‌بینید که کلی خط خطی کردم تا اون شکلی که دلم می‌خواد درآد و بعد ازش به عنوان شابلون استفاده کردم، گذاشتمش روی این تخت چوبه و روش شروع کردم دوباره کشیدن. یه جایی رو انداخت روی چوب و بعد با قلمو شروع کردم یه ذره ببین، یعنی اینجوری بودم توی اینجوری داشتم دقت می‌کردم که بتونم اینو بکشم. خلاصه اینم از نقاشی من، خیلی الان دوستش دارم و کلا از ایده اینکه توش رو قرمز بکنم منصرف شدم. خودش به تنهایی زیباست. همین. خلاص. وای خدای من، دیوانه شدم رفت.